قرآن اصلا از مسلمانان نیست. اصلا قرآن برای مسلمانان شرف نزول نکرده است. بخاطر که گویا مسلمان میود واجد به قرآن نبود. دقیق. ما میخوایم که آرام براتون بگم. دقیق. آمد موضوع آمد. سعی کنین که آدم یک کس از من سوال کرد که چرا از اول قرآن کریم نامد. اما بابا آدم علیه السلام که قرآن کریم یک جای میامد. یا حضرت محمد صلی الله علیه و آله که قرآن کریم در اول میامد. چرا خاتم الانبیا شده؟ من میخوام میره کوتاه بر کنفرانس بین المللی گفتم. اینا بر شما میگم. و می خاطر مرا خواستن. یکی از گپای جس. مکتب است. بالا فاکولته است. بالا ماستری است. بالا دکتراست. بله؟ نال وقتی که اگر انسان تولد میشه چه نوع لباس پرده از میشه؟ یک خنداق پردهش میشه نه؟ بله. وقتی 5 ساله میشه 1 متر تکه. 10 ساله میشه 2 متر تکه. 15 ساله میشه 3 متر تکه. 20 ساله میشه 4 متر تکه. بله؟ اما 25 ساله گفتم میشه چند؟ او 5 متر تکه. نه خیر 25 ساله کی قدش بلند میشه؟ 20 قدش میشه. اما 4 متر تکه است. بله. تا 30 ساله میشه 4 متر، تا 100 ساله میشه 4 متر تکه. من میخواد آخرین با 4 متر تکه کفن ما میشه. بله؟ دقیق. متوجه هستید؟ نه اگر قرآن کریم در اون وقت شرف نزول میکرد بزرگی میکرد لباس ما بلا تشبیه نوزم بلا یک عقلی ثابتم لباس ما در طفل بزرگی میکنه غنداق طفل دماغ خوردی میکنه سیفایی که در زمان حضرت آدم علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام به یا آمده بود حال جابگوی نیازمندی بشر نیست این حال اگر قرآن کریم در اون زمان میبود بزرگی میکرد گفت چرا قدر پیغمبر چرا قدر تعداد پیغمبر است که 1,24,000 کم بیش میگه مگه 1,24,224 پیغمبر ثابت میسازه میشه 1,24,224 پیغمبر خواسته باشه تخته باشه تواشیر من ثابت بسازم میسازن دقیقاً یک در ریاضی مثلا که 1,24,224 پیغمبر چرا تعداد پیغمبر مثلا که در مکتب چقدر معلم کار است چقدر مدیر است در فاکولته چقدر استاد کار است در زمان استادان این معلمای جامعه بودن بله معلمای جامعه مطابق جامعه یا به اصطلاح بگویم خندیم نکن کدام مولابان سر من انتقاد نکن این خیاطای زمانی بودن برای که لباس جور کرد مطابق همون جامعه دقیق گرفتین مطلب پس قرآن کریم کتاب مکمل است که تنها اینا در یک لسان تحقیق کردن مثلا دمایی را یک کسی را گفتم که آیا میگه سیدی قوان چرا سرعت تیز چرا گپ میزنه مواد بسیار زیاد است وقت کم از دعا که وقتشان زیاد است موادش کم اگر همه قدر از عمر کائنات تیر شده همه قدر دیگه از عمر کائنات تیر شده حرف ریاضی فلسفی خلاص نمیشه حرف قرآن خلاص نمیشه باز یکم تا میگه ما قرآن ختم کردیم کائنات ختم میشه قرآن ختم نمیشه در آدرس قرآن این شایسته نیست که بگیم ما ختمانه میکنیم چون قرآن ختم نمیشه تمام ابحار ضرب شود تمام درختها قلم شود افچن شود در سوره 31 آیه 27 یکی از کلمات پروردگار اختتام نمیکنه فلحاظ و در کنفرانسی که میرم ما میخوایم برای زوا بگوییم که مدیر یک مکتب که مدیر کودکستان جنگ نداره رئیس فاکولته که مدیر مکتب جنگ نداره حالا چرا ما یک دانه یکی دیگه میزنیم چرا ما ادیان که بین خود جنگ میکنه قرآن کریم تکمیل کننده کتابای آسمانی است بله ما میخوایم که برای بفهمونم که هیچ وقت بچه فاکولته در مکتب نمیره کسی دکترا میگیره در ماستری نمیره یک مسلمان میره در عیسویت یا نه از دکترا میره در ماستری پس این کتابی است که توسط ریاضی ثابت می‌شود. به طور مثال قرآن کریم 30 جز داره. یک مثال میتونم با سوال تا میکنیم. قرآن کریم 30 جز داره. چرا 31 جز نداره؟ چرا 29 جز نداره؟ چی حکمت است؟ شما بگوین. زمین ما در فی ثانیه 30 کیلومتر در گرد آفتاب حرکت میکنه. و از یک تا 30 جمع کنید حرکت وزی زمینه بسیاری سر من انتقاد میکنه صدیق افغان میگه 5 وقت نماز 5 کل که جامعه من 95% بی سواد است من مجبور هستم که کلکای خود برای مردم بفهمونم مجبور هستم که اشاره برای مردم بفهمونم مرا همیشه انتقاد میکنه چرا صدیق افغان میگه نماز صبح پیشین دیگر شام خفتن چرا دیگه میذاره و خود یک جامعه بی سواد من مجبورم در تلویزیون افغانستان ریاضی گل بکرد پس امروز در سطح بین المللی دنیا اونا اشاره کلمه گپ نمیزنن و در تخته و تباشیر گپ میزنن شما ببینید تالارا ببینید که پروفسور است که هر پروفسور دکترا داره که پروفسور است که جایزه نوبل در نوبت است که امضای مرا بگیره دقیقاً و همچنین